شریعت محمدی جایز نیست که در نزد فرزندش سیگار بکشد، در نزد فرزندش نسوار بکشد، در نزد فرزندش دشنام کند. زیرا فرزندان را خداوند با یک ایمان فطری به دنیا می آورد، او را جنتی و دوزخی پدر و مادرش می گرداند. وقتی من و شما یک خصلت بد داریم، میدانیم که برای من و شما این پسند نیست، اما ترک کردنش را اراده نداری، کوشش کن که برای فرزندت میراث نما. امروز نظر میکنیم کودکان دست به مواد مخدر میزنند، با کشیدن سیگار میزنند. امروز دختران دست به کشیدن این زدن. آیا آینده مادر چی میشود؟ آیا آینده این فرزند چی میشود؟ آیا او چگونه مادر میشود؟ چگونه او پدر میشود؟ چگونه او پیشبرنده عائله سالم میشود؟ این همه وظیفه ما پدران است، وظیفه ما جوان مردان است که ما دست از حرام بر بداریم و رو به سوی پاکترین ها، رو به سوی حلال بیاریم. بزرگ می فرماید روزها فکری من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چی بود؟ ما یک بار برای خودمان سوال کنیم پروردگار ذوالجلال ما را از چی به دنیا آورد و هدف آمدن ما چیست؟ آیا جنایت کردن است؟ آیا مواد مخدر استفاده بردن است؟ آیا دست به حرام زدن است؟ نه البته. عبادت نمودن است، آباد کردن است، زیبا کردن است و زندگی را به خوبی انجام دادن است. مرغ باغ ملکوتم نیم عالم خاک. روز ای بنده از این کالبد روح بیرون می شود، به سوی ملکوت می رود. چند روز قفس ساختن از بدنم. این جسم های من شما ای دوست مثل قفس است که پروردگار ذوالجلال داخل او روح جان نموده است و یک مهلت معین است. من به خود نامدن اینجا که زی خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد بر وطنم. برادری عزیزم، ما آرزوی جنت میکنیم، ما زندگی سعادت میخواهیم، از راه حرام کسب نکنیم، از کردار حرام کسب نکنیم تا برای فرزندان ما باقی نماند. وقتی برادری عزیز در مؤسسه اصلاحی با مردم صحبت میکنی، از او پرسان میشوی برادرم کدام جنایت را به زندان آورد؟ با چشمان اشکالود میگوید مواد مخدر استفاده بردم. در پشت در فرزند انتظار پدر، فرزند به تربیت و به اخلاق. آیا همین است سعادت زندگی؟ آیا همین است مسئولیت پدر بودن؟ آیا همین است مسئولیت ایمانداری؟ پس ای دوست عزیز، ای هموطن، بیا از حلال کرده خدا استفاده ببریم. بیا همدیگر را به خاطر خدا دوست بداریم. بیا در پی آبادی وطن، جامعه، سرزمین باشیم. امروز میبینیم که این آبادی وطن برای ما یک باغستان جنت برمیماند. هر کجایی نمی روی ملک آباد میبینیم، راه های کشاده میبینیم، چهره های مردم همه نور دارد. این از سعادت اینمی سرزمین ملت است، از سعادت سرزمین است. پس شکر کنیم این سرزمین را، این حیات را شکر کنیم، این آسودگی دیار را شکر کنیم که میگذرد. ای برادر، ای هموطن، میگذرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند، میبخشید برادرای عزیز، برادری در خط تلفن است. لبی سلام علیکم و رحمت الله. لبی استاد عزیز، مرحبا. البته تبابت می شود. انسانی که دست از حرام می بردارد، انسانی که دست از استفاده این می بردارد، البته تبابت می شود. مرحبا. پدیده نامطلوب را از بین مردم با راه فهماندهی، با راه آموختن اخلاق، با راه درک کردن دین پاک محمدی، شریعت پاک محمدی،
وقتی انسان اگر در مجرای زندگی حرام کرده خدا را درک کرد، نصیحت پدر را شنید، از حرام دست کشید، خداوند مهربان او را زندگی آسایشته نصیب می‌گرداند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند کلید جنت 4 چیز است. هر یک کلید در زندگی دندانه دارد، اما کلید جنت هم دندانه دارد. گفتن کلید جنت این است که هر کسی بگوید لا اله الا الله وارد جنت می شود. وقتی از بایزید بسطامی رحمه الله این کلام را سوال نمودند، گفت البته کلید جنت لا اله الا الله است، اما کلیدها دندانه دارند. کلید جنت 4 دندانه دارد. یکم دندانه او زبان انسان باید از دروغ و از حرام پاک باشد. دوم باید دل انسان از حرام پاک باشد. سوم باید شکم انسان از حرام پاک باشد. چهارم باید عقل انسان از حرام پاک باشد. عمل انسان از حرام پاک باشد. برادر عزیز، وقتی من و شما مواد مخدر استفاده میبریم یا دیگر اشیاءهای حرام را استفاده میبریم یا تجارت میکنیم، پول او را به خاندان غذا میاریم، لقمه فرزندان خویش را حرام میگردانیم، نان خاندانمان را حرام میگردانیم، یک لقمه حرام 40 روز اصل او در معده انسان باقی میماند. عالمان بیان کردند که شربت لقمه حرام 40 روز در بدن انسان باقی میماند، جسم انسان حرام میشود. ای برادر بدان، روز این جسم هایی که خداوند برای من و شما داده است، این گوش و چشم و این دست و قدم هایی که ما و شما او را استفاده میبریم، روزی در پیشگاه پروردگار جواب دارد. قرآن میگوید استعیذ بالله الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. ای برادر بدان که روزی در پیشگاه خدا این دست ها ما را شهادت میدهند. دست هایی که اگر در راه خیر صرف کردیم، روزی برای ما و شما سعادت است. اما خدای ناخواسته با این دستان حرام گرفتیم، حرام استفاده بردیم، حرام تجارت کردیم. این همین شاهد من و شماست. و روز ای برادر این قدم های شهادتت میدهند و تشهد ارجلهم، به سوی کجا روانه بودیم. اگر به سوی حرام بود، روز این قدم در پیشگاه خدا ندا میکند که صاحب من بالای من سوار به سوی حرام رفت و حرام کرده را گرفت. پس ای برادر، شکر کن که امروز با قدم هایت سوار هستی. شکر کن که امروز با پای هایت روان هستی. شکر کن که امروز دست گیرا داری، امروز چشم بینا داری، امروز گوش شنوا داری. اینها را پروردگار ذوالجلال به خاطر آن نداده است که ما در راه حرام صرف کنیم. اینها را خداوند برای من و شما داده است که با این دستان محنت حلال داشته باشیم، با این قدم ها در بصیرات مستقیم روانه باشیم، با این چشم ها حلال ببینیم، با این گوش ها حلال بشنویم. همین است فلسفه زندگی انسان. از عالم پرسیدند جنت چند قدر راه است؟ گفت جنت یک قدم است. اگر هر نفری که قدم اولش را در بالای نفسش بگذارد، قدم دومش در جنت میرسد. اما افسوس و صد افسوس که قدم ها را بالای نفس گذاشته نمیتونیم. نفس ما را به حرام میبرد، نفس ما را به شکست حالی میبرد که دلهای ما از حرام میشکنند. بدن ما و شما از حرام آسیب میبیند و روزگار من و شما از حرام آزار مییابد. افسوس که عمر بگذشت بیهوده، هم لقمه حرام و هم نفس آلوده. فرموده اینا کرده زیاد است، ولی فریاد ز کرده ها اینا فرموده. خداوند ذوالجلال ما را هیچگاه توصیه به حرام نداده است در کلامش. توصیه بر زندگی آسوده، توصیه به لقمه حلال، توصیه به دوستی و برادری و رفیقی و آبادی داده است که این سرچشمه کمال انسان است. پس شکر کنیم که امروز قدم داریم، شکر کنیم که امروز زندگی داریم. ای برادر، شاید امروز برای زنت، شاید امروز برای فرزندت، شاید امروز برای رفیقت دست به مال حرام میزنی که خانه بلند داشته باشی، مرکب زیبا داشته باشی، لباس زیبا داشته باشی. اما روزی می شود که این حرام کرده ها جواب دارند. روزی به مکانی می افتی که نه فرزند و نه زن و نه رفیق در پهلوی تو نیست.
شکر کن که امروز تن صحت داری، شکر کن که امروز پای روا داری. مرد ثروتمندی را نصیحت الملوک حکایت میکند که روز زندگی او را خسته کرد، در خاندانش دیگر قدر و قیمتی نداشت، زیرا زمانی جوانیش دست به حرام میزد، عائله‌اش را عذاب میداد، فرزندان را تربیت خوب نکرده بود، اونها را دشنا میداد. روز به سن پیری رسید، دیگر در نزد همسرش قدری نداشت، در نزد فرزندانش قدری نداشت، خسته و ناتوان در خانه نشسته بود که صدایی در شد. وقتی در را گشاد، یک دوست در پشت در است. گفت من به سراغ تو آمدم، خواستم تو را خبر بگیرم. با هم صحبت داشتن با دوستش که باز صدایی در شد. وقتی در را باز کرد، یک جوان با عصا بغل در پشت در نشسته است. گفت چی میخواهی؟ گفت آیا خانه فلان ثروتمند است؟ گفت بله. برای او یک نامه ای دراز کرد، دعوتنامه نوشته شده بود. این مرد دارا حیران شد که از زندگی ناامید بود، از کردار بدش ناامید بود، همسرش احترامش نمیکرد، فرزندانش دیگر او را به نظر رحمت نگاه نمیکردند، زیرا زندگی اش لقمه‌اش با حرام گذشته بود. این جوان معیوب گفت من تو را به محفل دعوت میکنم. مرد ثروتمند وقتی نامه جوان را گرفت، با رفیقش مصلحت کرد و روز دیگر به اون سراغه حاضر شدند که همه در بالای زمین نشسته بودند. وقتی وارد شد به محفل، کسی از جاش بلند نشد. همون جوانی که با عصا بغل آمده بود و او را دعوت کرده بود، از اون منظرت خواهی کرد. گفت برادرم، ما را ببخش، ما همه معیوبان هستیم، از مادر معیوب به دنیا آمدیم، ما قوت خیستن نداریم. این مرد ثروتمند حیران شد. گفت خداوند برای من مال داد، نعمت داد، اما شکر نکردم، از حرام استفاده بردم، امروز آسوده نیستم. اما این مردمی که دست و پای روان ندارند آسوده هستند، در چهرهشان خنده دیده می شود. گفت از من چی می خواهید؟ گفت ما دانیم که شما مردی ثروتمند هستید، چی می شود که برای ما یک کرسی هدیه کنید، برای هر نفری ما، که ما هر زمانی که جمع می شویم بالای کرسی بنشینیم و با هم صحبت کنیم. مرد ثروتمند نظر به کردارش میکرد که همه حرام است، تجارت حرام، روزگار حرام، زندگی از لقمه حرام. دوستش برایش گفت آیا در مکان، در زمان جوانیت مال حلال داشتی؟ فکر کرد و گفت بله دارم، در خانه دوستم. گفت بیا از مال حلالت برای این معیوبان هدیه بیاریم تا در حق دعا کنند و توبه را خداوند قبول کنند. روز دیگر آمدند، مدت یک هفته باز برای همه معیوبان یک دانه کرسی هدیه نمودند. معیوبان وقتی آوردن بالای کرسی نشستند، گفت باز دیگر چی از من میخواهید؟ از چشمانش اشک پشیمانی میچکید. گفتند ما چیزی نمیخواهیم. یک جوان معیوب که با دستانش راه میرفت، پای روان نداشت، با دستانش راه روان آمد، زانوی این مرد را مستحکم داشت. این مرد گفت از من چی میخواهی؟ گفت من چیزی نمیخواهم. من از نام این معیوبان تو را یک وعده میکنم. گفت چی وعده داری؟ گفت اگر پروردگار ذوالجلال روز قیامت ما معیوبان را وارد جنت بسازد، ما در پیشگاه پروردگار ندا میکنیم خدایا اون مردی که در دنیا از مال حلالش دل ما را به دست آورد، ما به او جنت وارد نمیشویم. این مرد اشک حسرت میریخت و میگفت وای بر حال عمری گذشته که با حرام گذرانیدم. امروز فرزندم برای من نمیگوید که پدر تو از حرام استفاده بردی، ما را خانه ساختی، ما را مرکب زیبا دادی، دست درد نکنه. امروز همسرت نمیگوید که ای برادر امروز مال زیادی آوردی و من استفاده بردم، دست درد نکنه. روز کردار بشه ما را فریب. پس ای برادر این نفس زندگی تا غنیمت بدان، این عمر را غنیمت بدان، کسب حلال در زندگی پیشه کن، نان حلال در زندگی تناول کن و از این آبادی ای وطن شکر کن. هر نفری که دست به حرام بزند هیچگاه خدا او را جنت نمیبرد. پس امروز در توبه باز است.
امروز در دعا باز است، در استغفار باز است. از خداوند مهربان طلب مغفرت بخواهیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند در جسم انسان یک پاره گوشت است که اگر اون پاره گوشت پاک باشد، دل انسان است که وجود انسان پاک می شود. اگر خدای نخواسته اون پاره گوشت فساد باشد، وجود انسان فساد می شود. پس بیا ای برادر، دلت را پاک نگه دار، نیتت را پاک نگه دار. این عالم زیبا را ببین، این نعمت های خدا را ببین. حلال و حرام را پروردگار معین گردانیده است. از حرام دست بکشیم، دست به حلال بیاریم، زندگی را با حلال بیاریم. لقمه حلال به خاندانت ای برادر آوردن عبادت است. با فرزند لقمه پاک رسانیدن عبادت است. بیاید امروز فرزندا را خوب تربیت کنیم. امروز ببینیم این قدر آزمون های زیبایی از جانب پیشوای معظم ملت به خاطر سویه فرهنگ و دانش ملت را بلند برداشتن طنین انداز است. امروز محبت کتاب را برای فرزندان بیاموزیم. امروز برای فرزندانت برادر کتاب هدیه کن، نه مال دنیا، نه پول از حرام باشد. شکر کنیم به زندگی آسوده. وقتی فرزند با معرفت شد، وقتی فرزند با علم شد، وقتی فرزند توسط علم پروردگار خودش را شناخت، هیچگاه به پدر و مادرش آسیب نمیرساند. هیچگاه پدر و مادر در سن پیری خواری و ضلالت را نمیبینند. اما افسوس و صد افسوس که دست به مال حرام میزنیم، دست به تجارت حرام میزنیم. میدانیم که دیده و دانسته حرام است، او را استفاده میبریم. با از بعضی نفران فتوا میجوییم، از بعضی نفران میگوییم که این را من در فلان راه استفاده بردم. ای برادر بدان، اگر از مال حرامت هر چیزی که میسازی در درگاه خدا او صدقه جاریه نمیشود، زیرا سرچشمش حرام است. خداوند هیچگاه حرام قبول نمیکند. هیچگاه به مال حرام و به تجارت حرام خداوند ذوالجلال خیر قبول نمیکند. پس برادرم، شکر کن زندگیت را، شکر کن حیاتت را، شکر کن فرزندانت را، شکر کن وطن آبادت را. از لقمه حلال زندگی کردن این عبادت است. به خاندانت با نظر رحمت نگاه کردن عبادت است. با چهره خندان نگاه کردن عبادت است. پروردگار طلب کنیم. اگر خدا داد نعمت است، اگر نداد حکمت است. اگر ای برادر از انسان طلب کردی، اگر برای داد منت است، اگر ندادت ذلت است. پروردگار بزرگیش ببین، در رحمتش باز است. کسی که در خدا را میکوبد با حلق پاکش خداوند جواب او را میگرداند. شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانان چرا زارند و خارند؟ ندا آمد، نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوب ندارند. وقتی ای برادر لقمه پاک نیست، بدان خدا دعات اجابت نمیکند. خداوند هیچگاه به لقمه حرام دعا را قبول نمیکند. یگانه مکانی که دعای انسان اجابت می شود همین حلق انسان است. حلق خود را پاک داری از حرام، مرد ایماندار باشی و سلام. هر نفری که شیخ عطار میگوید حلقش از حرام پاک داشت، از لقمه حرام، از نوشاکی حرام، استعمال حرام، پروردگار ذوالجلال دعای او را اجابت میکند. بیایید دست به حلال کرده خدا بزنیم. لبی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. علیکم السلام. علیکم السلام برادرم. دوستای مهربان، مراد از گفتار، مراد از این نصیحتی که بنده این نالایق برای بیننده عزیز گفتم، ما خود محتاج نصیحتیم. اما مراد ما نصیحت بود و گفتیم. مراد ما آن چیزی که در جوهر خیش داریم، آن چیزی که در زندگی درک کردیم که عاقبت زندگی با حلال است، با عبادت است، با پاکی است، با دوستی و رفاقت است. این را قدر کنیم، این را قدر کنیم، این نعمت را صمیمی بدانیم. لبی. سلام علیکم دوله عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. مرحبا.
جوانه امروزه جوانه ما امروز سبب یعنی دکترها شده که مواد مقدیر و یک مسئول کننده سبب شیعه دادن. سلامت باشه برادر جان، سلامت باشه. برادرای مهربان، این برادر سوال میکند که چرا جوانان رو به مواد مخدر میارن، رو به سیگار کشی میارن، رو به شراب نوشی میارن. امروز یک چیزی دیگر در بین جوانان پیدا شده است، رو به کلیان کشی میارن. برادرای عزیز، این همه به توجهی از پدر و مادر است. پدر و مادر وقتی به کتاب فرزند، به نصیحت فرزند، به زندگی فرزند نظاره نکرد، او را اخلاق خوب نآموخت، به رفیقان فرزند نظاره نکرد، فرزندش به فساد می رود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند برادر در دین برادرش است. ما وقتی فرزندانمان را میبینیم که در دبستان، در مکتب تحصیل میکنند، در دانشگاه تحصیل میکنند، آیا ببینیم که او به دانشگاه میروند؟ آیا به مکتب میروند؟ آیا درس استاد را گوش میکنند؟ آیا در زمان فارغ از درس به چی کار مشغولند؟ وقتی ای پدری عزیز میخواهی که فرزندت در این دنیا برایت نور و در قیامت سرور باشد، قدم فرزندت را نظاره کن، دوستان فرزندت را نظاره کن. فرزندت را نمان که از آن عملکرد حرام استفاده ببرد. پادشاه پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد، بر سر لوح او نویس با خط زر، خط استاد، مهر استاد بهز مهر پدر. ما با استادان، با مکتب باید علاقه زیج داشته باشیم. لبیک. سلام علیکم دولا جان. علیکم السلام. دولا جان سوال یک سوال دیگه هم نداریم. مرحبا. همه جوانان حاضر کودکان میبینم، کودکان مخصوصا کودکان جوانان به همه مشتقل فرام صحبت داشت کرد. میشه با اونتاش نمید. افتادن سویش دارم نمیکنم. تشکر زیاد برادری عزیز، تشکر زیاد، تشکر زیاد. برادر سوال نمودن که امروز پدر و مادر پیش راه تلفن فرزند گرفتن نمیتونه. درست است. ای برادر، پیشتر همین تلفن ها نبود، اما مردم برادری بود، محبت بود، رفت و آمد بود، علم بود، دانش بود، تفکر بود. امروز البته آمده است، ما از این ناشکری نمیکنیم، زیرا با مادر صحبت میکنی، با دوست صحبت میکنی، خبری خوش میشنوی. اما هر نعمتی را که خداوند مهربان آمد، جنبه نیکیش را فکر کنیم، نظاره کنیم که فرزندان من و شما همون تلفن های موبیلی که استفاده میبرند در کدام راه استفاده میبرند. زیرا امروز صحیفه های در تلفن های موبیلی آمده است که همه فساد است، همه حرام است. پیشتر یک جوان را برای آیله برپا کردن میگفتی شرم میداشت. امروز کودکان دست به حرام زدن، امروز جوانان دست به حرام زدن. امروز سبب بدبختی جوانان شده است این تلفن موبیلی. دشمن اشدی برای جوانان شده است. دیگر مردم کتابخانه نمی روند، دیگر مردم صحبت را از تلفن میگیرند. آیا نمیدانند که کی سوالی او را جواب میگوید؟ آیا در کدام دین است، در کدام مذهب است، در کدام رویه است؟ امروز برخی جوانان فریفته آن حزب و حرکت های منفور گردیده اند. به خاطر یک صحبت ناباب یک سرکرده سلفی یا یک سرکرده اخوانی امروز زندان را مکان خویش اختیار کردند. باید پدر و مادران، باید معلمان و مکتبان این را خوب جدی نظارت کنند. ای برادری عزیز، اگر میخواهی صدای فرزند تا بشنوی، یک تلفن موبیلی عادی برای او خریداری کن که بپرسی فرزندم کجایی. شرط است که مو تلفن کلان را برای او خریداری میکنی. دیگر فرزندان امروز از عقل بیگانه شدند. طفلکان الکی امروز از وحشانیت رو به دیوانگی نهادند، میترسند الکی. چندین طفلک را با او واخوردیم، از تلفن موبیلی، از وحشانیت تلفن موبیلی ترسیدند. الکی جن یارشان شده است، از عقل بیگانه شدند. به خاطر چی؟ به خاطری که همون گروه های منفور هر نوارهای بد اخلاقانه را در تلفن های موبیلی پهن میکنند و جوانان امروز از اخلاق بیگانه شدند، رو به شراب و به زنا آوردند. برادری عزیز، اگر من و شما، اگر امروز جامعه شهروندی پیش راه این وبا را نگیریم، فرزندان فساد میشوند، فرزندان از اخلاق دور میشوند، فرزندان دیگر رو به مکتب و به دانشگاه نمی آرند.
راهی به دست آوردن مبلغ را از راه زورآوری، از راه حرام، از راه استفاده مواد مخدر انتخاب میکنند که این حرامی در حرام است. امروز دیگر فرزند پدرش گوش نمیکند. برای فرزندی به ناموس شرم است که پدرت نام موسفید بنهی یا مادرت تأخیر کنی. آدمی آدم نبیند از کجا آدم شود؟ سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خوبه؟ الحمدلله دادری عزیز. یک سوال داشتم. بیا دادر جان. استعمال مواد مخدر از نظر شریعت چی حکم دارد؟ حرام است، حرام. از نظر شریعت پاک محمدی استعمال مواد مخدر حرام است. انسان از ایمان خارج می شود وقتی که آن چیزی که عقل انسان را تیره میکند، آن چیزی که انسان را به حرام می آورد، وقتی انسان مواد مخدر استفاده می برد از حیوان فرق ندارد. عائله ها ویران می شوند، طلاق زیاد می شود، فرزندان بی تربیه می شوند. اسلام هیچگاه طرفدار ویرانی عائله نیست. اسلام صمیمیت را می خواهد، اسلام محبت را می خواهد. لقمان حکیم 300 سال مردم را تبابت کردند. از او سوال کردند بهترین تبابت در زندگی چیست؟ گفت محبت است. شما بین همدیگر محبت را زیاد کنید، همدیگر را برای خیر دعوت کنید، همدیگر را برای نیکی دعوت کنید. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اگر میبینی فرزند همسایت، فرزند برادرت دست به حرام میزند، پیش راه او را نگرفتی تا در عذاب او گرفتار است. زمان خورد بدنمان باور کنید میترسیدیم با دوستانمان سخن قبیح بگوییم. اگر یک مرد سوال خورده از راه میگذشت، کلام ما را میشنید، اون شب خانه نمیرفتیم که شاید این پدر من را بگوید، شاید در مسجد با پدر من وا بخورد بگه فرزند دیدم که فلان کاری خطا را میکرد. امروز ما میبینیم فرزندان برادرمان، فرزندان دوستمان، فرزندان هم محلمان دست به حرام و دست به جنایت میزنند، پروا نداریم. آیا همین است شرف مسلمانی؟ آیا همین است نشانه ایمانداری؟ هرگز نه. مسلمان با همدیگر باید دوست باشند، با همدیگر برادر باشند. سخن عالی ترینه که امروز جامعه بشری را تربیت میکند. امروز کسی که انسانیت بالای زمین است نظر به معنی این سخن میکند، درس زندگیش را میگیرد که از زبان پیشوای معظم ملت صدا داده است دوست باشید، برادر باشید. این باور کن وقتی در زیر لوای دوستی اگر صحبت کنی ساعتها تمام نمی شود. در زیر لوای برادری ما امروز انمین سرچشمه آبادی دولت را از دوستی و برادری دیدیم، از دست هم دادن و از وحدت و صلح دیدیم. باید ما برای فرزندانمان این مکتب زندگی را تعلیم کنیم، این سرچشمه زندگی را تعلیم کنیم که جوانان امروزه ایدئال خیش در زندگی پدرش انتخاب کند. آیا ما پدرها برای فرزندانمان نمونه هستیم؟ آیا برای فرزندانمان معلم هستیم؟ باید کوشش کنیم که برای فرزندت معلم باشیم. باید مادران معلمه باشند، وقتی خیش را با تربیه خوب فرزندان بگذرانند. فرزند خردسال را وقتی سخن نیک گفتی برای او، وقتی گهواره او را جنبانیدی و سخن خوب در گهواره برای او گفتی، در معنی او نقش می‌بندد. اما امروز متاسفانه مادران وقتی فرزندانشان در گهواره ها خواب میکنند، یک تلفن موبایلی را آورده در دست کودک میتید. کودک زبان گفتار ندارد، اما میداند که در کجاش باید وارد شود، کدام برنامه در وارد شود. برادری عزیز، ما برنامه زندگی فرزندانمان باید بالای اوراق زندگی بنویسیم که بچه جانم وقتی صبح از خواب خستی باید چگونه باشی. باید سرچشمه زندگی و نقشه زندگی فرزند بسازی که بچه جانم در زمان تحصیلت باید این قدر کتاب مطالعه کنی. وقتی فرزند سویه دانشش از کتاب و از مکتب بالای شد، هیچگاه برای حرام نمی رود. لیکن افسوس و صد افسوس که ما فرزندان را فقط همین ظاهرشان نظاره میکنیم، تعریف به ظاهرشان میکنیم. صورت زیبا دارد، لباس زیبا دارد، مرکز بی زیبا دارد، اما سیرت فرزندان را باید نظاره کرد که باید سیرت داشته باشند. سیرتت را چی کنم، صورتت را چی کنم، گر تو نداری سیرت، کس به یک جو نخرد صورت بی سیرتت را. روزی برادری عزیز، این پدر از سر می رود.
این مادر یک حیات بالای سری تو نیست. روزی میرسد که این زندگیت که با حرام تربیه یافته است، کتاب نخواندی، علم نخواندی، کسب نگرفتی، روزی این مال پدرت هم میفروشی در زندگی، روزی گدا میشوی. اگر امروز از پدر علم میراث گرفتین، امروز از پدر ادب میراث گرفتین، امروز سرچشمه زندگیت از پدر ادب شد، هیچگاه در زندگی ناکام نمیشوی. این فرزندانی که امروز میبینیم زمام ملت به دست دارند، امروز در هر مقامی نباشند، آبادی وطن، پیشرفتی وطن، شکوفایی وطن اولا با اذن الله و با دست اونها امروز پابرجا شده است. از دامان مادران پاک آمدن، از دامان مادر آمدن که برای اونها مکتب زندگی بود. دعای اون مادر این مردم از سبزانیده است. این مادرایی که امروز با تلفن موبیلی روز میبرند، این پدرایی که امروز دست به مواد مخدر میزنن، به حرام میزنن، چگونه دعا میکنن برای فرزندانش؟ اون مادرها مهنت حلال داشتن، در زمین کار میکردن، شیر گاوی پاک خود را میجوشیدن و میخوردن، نان و مهنت حلال، سبزی و رستنی خود را استعمال میکردن، لقمه هاشون پاک بودن، دست میبرداشتن. الله دل اینها را میشنید و فرزنداشون امروز نامبردار یک ملت شدن. این درس زندگی است برادر عزیز. این مال برادر عزیز امروز میخواهی مال به دست بیاری، روزی میرسد که مال به فایدت نمیرسد. قارون مال نداشت، لیکن انسان وقتی که سرچشمه زندگی را از علم و از ادب میگیرد و راه راست و از راه کج میشناسد، خداوند او را در دنیا مثل نگین نگرداند. پس ای برادر، ای هموطن، ای دوستی عزیز، امروز اگر ذره این کلامی که بیان کردم در این برنامه اگر در دل جا شده باشد، باری فکر کن، باری به این آیه های قرآن فکر کن، باری به مکتب رسول الله فکر کن، باری به گفته حکما فکر کن که آیا اصلاح شده ایم؟ آیا در پی اصلاح هستیم؟ این زندگی که الله برای من و شما داده است، این فقط برای خوردن و برای جنایت کردن و برای مردم آزاری نیست، برای به دست آوردن دل هاست، برای توبه کردن در پیشگاه خداست. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. غرضها چیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم؟ امروز برادر عزیز، اگر در قلب ذره کینه داشته باشی نسبت برادرت، نسبت هموطنت، بدان که ایمانت کامل نیست. اگر امروز در پی آبادی گوشه دیارت نباشی، بدان که ایمانت کامل نیست. برادر عزیز، بیایید فرزندان را به عمل کردی کار خیر هدایت کنیم، برای اینها کسب بیاموزیم در زندگی که منفعتش به جامعه و به وطن برسد. وقتی فرزند را برای او، برای کتابش، برای مکتبش مبلغ میدهی، بگو بچه جانم، من این را با زحمت و با حلال آوردم، کوشش کن که در حلال استفاده اش کن. اما مالی که به حرام استفاده میکنی، به حرام میاری و به فرزندت میدهی، فرزندت علم نمیگیرد، دانش نمیگیرد، زیرا سرچشمش حرام است. مراد ما نصیحت بود و گفتیم. در این ساعتی که در اختیار شما بودیم، بیننده عزیز، هموطن مهربان، مراد نصیحت کردن بود. اگر به گوش کسی رسیده باشد، اگر به دل کسی جا شده باشد، ما افتخار میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.